برای بحث بیشتر در این مورد حوریه سردارزاده سرمایه گذار با ما هستند. خانم سردارزاده خوش آمدید. در آغاز بیاین در مورد تجربه تان از دور آموزشی که در هند دیدین با ما و بیننده شریک بسازید. بسیار خوب، تشکر از دعوت شما. ما در قسمت برنامه باید بگویم ساختار برنامه و چنان زیبایی طراحی شده بود که برای ما یک چیز نو بود، به خاطر که ما در اکثر برنامه اشتراک کردیم در ورکشاپ ها، ترینینگ ها به سطح ملی و بین المللی. برنامه قسمی بود که 7 روز اول ازی در کل ترینینگ بود در مورد ازی که کارآفرینی چی است، چطور میشه ما یک تجارت آغاز بکنیم، چی موارد در اول باید مطالعه بکنیم، کدام فاکتورها عوامل اساسی هستند در بخش تجارت و سرمایه گذاری. و بعد از او بر ما نمونه ها و مثال های عملی نشان داده شد که امی چیزایی را که ما در 7 روز خوانده بودیم عملا کسای دیگه پیاده کردن و اونا چطور موفق هستن. در کل آموزش ها دمی بخش بود و اگر بیشتر سر جزئیات تکنیکیش اگر بریم شاید وقت برنامه شما قدر وقت نداشته باشه. و در پایان هم جنبندی موضوعات ما داشتیم و تفاوت اساسی دیگه برنامه با دیگه برنامه‌ای که ما اکثرا دیدیم و شنیدیم دی بود که برنامه وقت ختم شد، سرتیفیکیتات تصدیقنامه داده شد، او پایان برنامه نبود بلکه آغاز برنامه دقیقاً از اون لحظه بود. برای 1 سال تفاهم‌نامه امضا شد، عضویت افتخاری اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان داده شد، هر نفر هر اشتراک کننده بزنس پلن را که داشت برش وظیفه سپرده شد. چند نفر شرکت کرده بودین از افغانستان؟ مجموعاً 31 نفر بودن. و دور آموزشی تا چند روز بود؟ من خدمت شما عرض کردم که 7 روز ترینینگ بود و یا آموزش داخل کلاس بود، 3 روز هم ویزیت بود که ما در جریان امی ویزیتی که داشتیم ملاقات داشتیم با اتحادیه رهبران کارآفرین هندوستان در ایالت آندھراپردیش که حیدرآباد هست. در اونجا با خانم‌های تجارت پیشه هندی ما ملاقات کردیم که حتی بعضی از این خانم‌ها که عملاً بزنس دارن، سالها میشن کار میکنن، چقدر مفاد به دست میارن و بعضی از این خانم‌ها حتی سواد هم نداشتن. حالا در هند با این خانم‌ها شما روبرو شدین، خانمایی که اونجا سرمایه گذاری کردن و یا قرار سرمایه گذاری کنن، شما چی فکر میکنید چی سهولتایی بر اونا اونجا فراهم بود که در افغانستان نیست برای زنان در اینجا؟ دقیقاً. خب با کسایی که ما معرفی شدیم و از اونا درس گرفتیم و نکات مهم و سوالات را که داشتیم ازشان پرسیدیم، چون زمینه قسم فراهم شده بود که اول ما را آموزش دادن و بعد از اون ما این خانم‌ها را دیدیم و سوالات را که به اساس تئوری که خوانده بودیم در عمل از این خانم‌ها پرسان کردیم، مطرح کردیم و اونا هم پاسخ‌ها را بر ما ارائه کردن که خیلی جالب هم بود که بعضی اوقات میتونستیم ما تفاوتش ببینیم که در عمل و تئوری چقدر تفاوت وجود داره. نکته اول را که در اونجا ما خیلی به شکل اساسیش مواجه شدیم حمایت جدی دولت هندوستان از تجارت خانم‌ها است. دولت هندوستان در اونجا مارکت تحت پوشش خود قرار داده با استفاده از پالیسی‌هایی که طرح میکنه، با استفاده از استراتژی‌هایی که پیاده میکنن، با استفاده از پلان‌هایی که دارن، تجارت به داخل مارکت و تجارت خانم‌ها را به داخل مارکت در بخش کارآفرینی، استخدام یا هر موضوع دیگه‌ای که باشه خیلی حمایت میکنن. آفرای بسیار خوب دارن، اسکیم‌های بسیار خوب دارن، بر بانک‌ها هدایت اساسی از طرف دولت داده میشه که مثلا در قراردادها شما اولویت بر خانم‌ها بدین. اگر خانم‌ها باشه این قدر فیصدی شما مثلا مفاد که دارین از فیصدیش کمتر است نسبت به آقایان. اولین نکته اساسی که ما در اونجا دیدیم این موضوع بود که دولت خیلی از خانم‌ها حمایت میکرد. موضوع دوم که بودیم در هر کمپانی که ما از دیدن کردیم و خانم‌ها را دیدیم، اونا اعضای فامیل خودشون داخل ساخته بودن در تجارت خود. اولین کسایی را که قناعت داده بودن که من این کارا میتونم و شما باید همراه ما باشین اعضای فامیلشون بودن که یک اصل بسیار مهم و عمده است. چرا؟ به خاطر که اگر فامیل قناعت دادی پس به مو راحتی میتونی با اجتماع هم کنار بیایی و بعد از با مشتری‌ها و کاستمر. و موضوع بعدی بود که آتش درونی خود از خانم‌ها که هر کدامشان حتی به شمول خانمایی که اصلا سواد نداشتن. مقصد یکی از خانم‌ها رو بر شما میکنم که یک خانم بود که سنش مثلا از شاید از 70 بالا بود، یک مادر کلانی که صاحب نواسه هست و میایه و به این اتحادیه کارآفرینای زنای حیدرآباد پول خود میاره و میگه که من میخوایم یک کار بکنم.
هیچ ایده و مفکوری به ذهن خود نداره و میاد این موضوع رو مطرح میکنه و بعد از اتحادیه ایره کمک میکنه که بازار چی موجود است، مرکز باش فراهم میکنه. حالا شما در این مورد بگوین که برگزاری برنامه‌ها چقدر میتونه برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری زنانی که تجربه حاصل کنن چقدر میتونه که موثر باشه؟ من فکر میکنم دقیقاً این برنامه‌ای را که اشتراک کرده بودن خانم‌ها برنامه واقعا خوبه بود. این برنامه میتونه موثریت خوب خود داشته باشه، چرا به خاطر که در طرح برنامه قسم بوده که تنها آموزش نبوده که در ختمش یک سرتیفیکیت داده شده باشه و تمام. برنامه قدم‌های اساسی خود هم داشته که در ختم برنامه وقت سرتیفیکیت داده میشه هر کارآفرین باید بر خود یک پلان داشته باشه، پلان خود باید تطبیق بکنه و این زمینه‌ها از طرف دولت که وزارت انرژی و آب است، مشخصا معینیت انرژی و از طرف اتحادیه انرژی پایدار افغانستان است و سکتور خصوصی که اتحادیه هم شامل از او میشه. این زمینه مساعد هست و این برنامه واقعا موثریت خود ندارن. ما حتی در اونجا هم ما یکی از پیشنهادایم به جایزه که برگزار کننده برنامه بود امی بود که ما خانمای بسیار موفق خوب را در حال حاضر هم به داخل افغانستان داریم، خانمایی که عملا خودشان تجارت خودشان پیش میبرن، خانمایی که از انرژی در بخش تجارت خود استفاده میکنن که در جریان برنامه هم این خانم‌ها همراه ما بودن که مثالای بسیار خوبه هستن. از اونها من درخواست کردم که اگر شوه که همچو برنامه برگزار شوه و خانمای دیگه ممالک آورده شوند به افغانستان و خانمای ما مثال زده شوند بر از اونها، به خاطر که چالشایی که به هند هست خب تا حد تطابق داره با چالشایی که به داخل افغانستان هست، اما چالش‌های افغانستان به مراتب بلندتر است. حالا زنانی که در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن شما چه فکر میکنید چقدر از طرف حکومت اینا حمایت میشن؟ خب اول خب من خدمت شما عرض بکنم که خود اشتراک ما به این برنامه که ما یک تعداد خانم ها با هم جمع شدن از طریق یک برنامه رفتن آموزش دیدن و حالا پس آمدن و میخواین سرمایه‌گذاری بکنن در بخش انرژی پایدار، این خودش اگر ما از مقدمه های اساسی مبتنی بر اسناد اگر تعقیب بکنیم برمیگرده به دولت ما در بزرگترین سند اولویت های ملی ما هست. در اوجه یکی از 10 اولویت توانمندی اقتصادی زنان هست. بعد از او پیاده میشه به استراتژیایی که به سطح وزارت میره، وزارت انرژی و آب همین استراتژی و پالیسی رو داره و اینو به دونرها پیشکش میکنه، یکی از دونرها پای پیش میکنه و میای همچون برنامه رو برگزار میکنه. پس این موضوع اساسی اول است که بله دولت حمایت خود داره، اما ای که ما چه رقم بتانیم امو برنامه‌ای را که دولت هند داشته بر خانم‌ها امو زمینا را مساعد کرده او را به افغانستان بیاریم پیاده بکنیم. من یه خبر خوشم بر شما بدم که ما در ختم برنامه در روز اخیر هیئت مدیره اولین اتحادیه خانم‌ها را در بخش انرژی قابل تجدید در اونجا ایجاد کردیم و هیئت مدیره از رو هم انتخاب کردیم، 5 تن از اعضا را انتخاب کردیم، رئیسش هم انتخاب شد که برای اینا وظایف هم سپرده شد. وقت به افغانستان میایین چی وظایف را باید اینا تعقیب بکنن، چی وظایف را اینا باید انجام بدن. شما چی فکر میکنین که چه چالش‌هایی میتونه که صد راه خانم‌ها قرار بگیره به خاطر سرمایه‌گذاری که اینا نتونن سرمایه‌گذاری کنن؟ یکی از موضوعات اساسی که هست که در تمام بخش‌ها به عنوان یک چالش از امنیت هست. امنیت یکی از چالش‌هایی است که مثلا در هند به شکل بسیار خوبی کاور شده. اول فیصدی خطر امنیتی خیلی پایین هست در اوجه و دوم در جاهایی که هم هست آفرای بسیار خوبه از طرف دولت در اوجه قرار داره، تضمین‌های بسیار خوبه از طرف بانک‌ها بر تجارت‌ها و تجارت‌های کوچک و تجارت‌های بزرگ وجود داره که کمک میکنه که یک سرمایه‌گذار در ذهن خود راحت باشه، آرام باشه که مگه سرمایه میکنم اگه از دست بتونم پس من میتونم گیر. تشکر از حضورتان خانم سردارزاده.